ها و اقتصاد جمهوری تاجیکستان چگونه خواهد بود و وزارت رشد اقتصاد نیز با در نظر داشت این مسائل یک یعنی گزارش خوبی را نیز آماده کرده است. حاضر یک نقشه برآوردن کشور از این مشکلات را تهیه نموده است و با در نظر داشت آن که ما یک تجربه تلخ داریم سال 2008. شما همگان میدانید که سال 2008 همچنین یک بحران شدید اقتصادی مالی در جهان بروز کرد و تاثیرش به جمهوری تاجیکستان نیز خیلی شدید بود آن زمان. و آن زمان اگر در خاطر داشته باشید مثلا یک نقشه خیلی خوب حکومت جمهوری سر وقت پیشنهاد نمود و آن اینکه هم نهادهای مختلفی مالیوی یعنی صندوق بین‌المللی اسعار همچنین بانک جهانی و دیگر نهادها و کشورمان آن زمان قرضها و کمک‌ها و گرانت‌ها دادند و همچنین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای نیز طوری که شما می‌دانید همان سال وقتی که بحران شدید شد چین یعنی برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 10 میلیارد دلار اعلام کرد که ما آماده هستیم 10 میلیارد دلار را برای این کشورهایی که تحت مشکلات مالی قرار دارند را جدا نمود و کشور ما نیز از این قرض‌ها استفاده کرد. آن زمان اینا قرض‌های دراز مدت خیلی کم فایز بودند. روسیه پیشنهاد نمود که برای حل مشکلات مالیوی آنها آماده است و روسیه چقدر مثلا مبلغی که ضرور است آماده است همچون یک عضو سازمان همکاری شانگهای و یک کشور شریک استراتژی روسیه یعنی چین و روسیه با هم شراکت استراتژی دارند آماده است که کمک خود را دریغ ندارند. برای همین هم جمهوری تاجیکستان یک نقشه خوبی را روی دست گرفته است و این نقشه حتما یعنی مشکلات اصلی که امروز البته با کم شدن یک مقدار کم شدن مبلغ‌های مهاجران ملیتی که از روسیه به جمهوری تاجیکستان ارسال می‌گردند ما این را می‌فهمیم و تاثیرش حتما می‌رساند و اقتصاد ما. یک مسئله دیگر که یعنی با کم شدن نرخ نفت در بازارهای جهانی نیز این تاثیرش زیادتر خواهد شد. یعنی ببینید دو کشور عمده عضو سازمان همکاری شانگهای روسیه و قزاقستان که یعنی اصلا صادرکنندگان اصلی نفت هستند و در بودجه کشورشون همین مبلغ‌های نفت رو یعنی گذاشته بودند. روسیه 95 دلار مثلا برای یک بریل نشان داده بود در بودجهشون. البته مجبور شد که بودجهشون رو دوباره از نو بینند. پیش از همه رحمت به طور خیلی حساس می باشد و مشخصا بله دو سخن گفتنی بودم. یکم اینا می باشد که نو بست از آن که این تاثیر بحران روسیه و تاجیکستان یا اینکه دیگر کشوری جهان و تاجیکستان یعنی من در نظر دارم تاثیر نفت‌های جهانی و آلومینیوم و پخته نو بست از آن که ما چی رو در نظر داریم نو بست از این خیلی مهم است هم در سال 2015 هم نیم بعدی استواری انکشاف اقتصادی باید تامین گردد. استواری انکشاف اقتصادی همیشه تامین می‌گردد در موردی که وقتی که اقتصادیون قدرتی نگاه داشتن استواری خود رو نسبت به تاثیر منفی عامل‌های بیرون داشته باشد. برای این یک چند عامل‌های ضروری حتمی باید عملی گردد تا اینکه همین شرایط تامین گردد. یکم اینا میباشد که حتما استواری انکشاف اقتصادیات با انکشاف ساحه‌های برقرار کننده صنعت بیشتر پیوست میباشد و در این چارچوب و در انکشاف سال 2015 نیز گذراندن اصلاحات‌های ساختاری از آن جمله با تکان بخشیدن و ساحه‌های کارکرد که کارکرد اشیاء خام رو تامین می‌کند خیلی مهم می‌گردد. نشاندار و عملکرد مهم را در نتیجه بازداشت منامی چالش‌ها خواهد نمود. داریم که با کسی اجازه دیم که همین مشکلات رو باز دوباره به ملت ما بار کنند. ما این را اصلا نمیگذاریم. همه ما و شما وظیفه دار هستیم در این کار. این یک مسئله است. و آن گروه های مختلف که میشن این فقط بازیچه دست ابرقدرت‌ها هستند که میخوان کشور را ناآرام کنند. دیگر یگان حرف دیگر اینجا نیست. و مسئله مهم دیگری که شما گفتید واقعا مسئله خیلی مهم است. مسئله تحریم های روسیه است.
مشکلات اصلی ابرقدرت‌ها امروز همین است که آنها نه تنها در منطقه آسیا مرکزی بلکه حتی با روسیه که یک تقریبا یک ابرقدرت منطقوی حساب می شود و خیلی امکانیت‌های وسیع دارد، آن را نیز می‌خواستند که خللدار سازند و مناسبت بین کشور اوکراین و روسیه این مناسبت دو خلق اسلاویان است که خیلی با هم نزدیک هستند از لحاظ نژادی. شما نقض می‌دانید و مشکلاتی که آنها دارند مشکلات داخلی بین آنهاست که خودشان باید حل و فصل می‌کردند، لیکن دخالت کشورها به چی آورد؟ به جنگ آورد. ما دیدید به جنگ آورد. یک کشور نازنین اوکراین به چی تبدیل شد؟ به یک میدان جنگ که همگان حاضر پشیمان هستند از این کار خیلی نادرست و غیر عاقلانه بود. لیکن در هر صورت دو کشورها توانستند به همین حالت رسانند. ببینید چگونه پلیت تکنولوژی‌های جدید وجود دارند که میتوانند هر یک کشور را ناآرام کنند. و امروز خوشبختانه مثلا در مینسک من این مسئله حل مسائل اوکراین و روسیه همیشه ادامه دارد و طرف‌ها با هم بحث و مناظره میکنند و ما اطمینان کامل داریم که در هر صورت راه یگانه این بحران راه مذاکرات است که حتما به صلح خواهد رسید. نتیجه حتما صلح میشود، این حتما صلح میشود، برای اینکه هر یک جنجال، هر یک مشکلاتی که به وجود میاد راه حلش فقط صلح است و این مذاکره حتما به صلح میرساند. این دیگر مسئله است. لیکن مسئله آن که این تحریم ها چگونه تأثیری منفی میتوانند رسانند به اقتصاد جمهوری ما، مرکز ما علاقه ماه آگوست و سپتامبر یک گزارش پره مهمی تحلیلی را هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه اقتصادی آماده نموده و دستگاه پیشنهاد نموده. از سوال دویمتون سر میکنم آنچه که شما فرمودید. بله شما ببینید که این روز در منطقه آسیا مرکزی یعنی یک مسابقه یا اینکه یک تضاد شدید ابرقدرت ها، کشورهای ابرقدرت در آسیا مرکز هم منفعت های زیادی دارند و همیشه با هم در تضاد هستند و کوشش میکنند که با هم دیگر همینجا مسابقه کنند. مسابقه اگر مسابقه مثلا سرد باشد هیچ گرم نیست، لیکن ما کوشش میکنیم که همین مسابقه و مسابقه گرم تبدیل نشود که مثلا آسیا مرکزی را خراب نسازند. این یک مسئله است. شما ببینید که همیشه وقتی که یگان حرف می شود، یعنی این گروه بنام 24 که اساساً حاضر در گروه که در غرب است و فعالیت می کند بیشتر، آنها مثلا البته غربی ها روسیه را متهم می کنند، روس ها غربی ها را متهم می کنند. همین است مثلا سیاست بین ابرقدرت ها. لیکن مهم برای ما چی هست؟ برای ما مهم است که یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری تاجیکستان این تامین وحدت ملی و صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان است و تمام ملت و تمام شهروندانی که در جمهوری ما هستند شکرگزار هستند که همین ثبات سیاسی را به هر قیمتی که نباشد ما باید حمایت کنیم. مرکزی شروع نموده است و با این لحاظ ما مرکز ما همکاری مستقیم را برقرار نمود و ما یکجایگی برای آموزش بهتری مسائل مربوط به منطقه آسیا مرکزی را ادامه میدیم.